به نام خداوند ایران زمین، خداوند اندیشه های نوین، خداوند نوروز و جشن سده، خداوند یسنا و آتشکده. به نام خداوند افسانه ها، خداوند شاهان و شهنامه ها، خداوند اسپهبدان دلیر، دلاور یلان چنان نره شیر. خداوند رستم، خداوند زال، خداوند سیمرغ فرخ همال. درود، نوروزتان پیروز. فرارسیدن سال 1403 خورشیدی رو به همه شما دوستان بزرگوارم که حالا شاید تک و توک الان و بیشتر بعداً این ویدیو رو نگاه میکنید تبریک میگم و امیدواری های بسیاری دارم که در طول صحبت خواهم گفت. اول اجازه میخوام که غزلی رو که همین شاید دقایق پیش سرودم براتون بخونم، اگر جایش رو یه خورده بعد خوندم ببخشید منو، چون همین شاید 10 دقیقه پیش نوشتم و کاملا بدا هست. یک وام کوچیکی هم گرفتم از ترانه بوی عیدی فرهاد. عید نوروز آمد اما بوی باران پس کجاست؟ عید نوروز آمد اما بوی باران پس کجاست؟ بوی توت و بوی کاغذهای الوان پس کجاست؟ بوی ماهی دودی و سبزی پلو در شام عید، بوی عیدی های ما در لای قرآن پس کجاست؟ بوی سیر و بوی سیر سفره 7 سین عشق، بوی مست سیب سرخ ناب لبنان پس کجاست؟ بوی غیرت، بوی مردی، بوی دوست، معرفت در بچه های مرد تهران پس کجاست؟ عید نوروز آمد اما سفره هامان خالی است. عید نوروز آمد اما سفره هامان خالی است. بوی سحرانگیز و مست و تازه نان پس کجاست؟ عید نوروز آمد اما حال دلهامان خراب، در میان خانه هامان نوجوانان پس کجاست؟ عید نوروز آمد اما جای مهسا خالی است. عید نوروز آمد اما جای مهسا خالی است. آخر آن نیکای زیبای غزلخوان پس کجاست؟ بر زبان تبریک دارم، در دلم صد غصه است. پس کیان پیر فلک، آن کودک جان پس کجاست؟ بر زبان تبریک دارم، در دلم صد غصه است. پس کیان پیر فلک، آن کودک جان پس کجاست؟ شرم دارم که میبینم در این نوروز نو، شرم دارم چشم زیبای جوانان پس کجاست؟ شرم دارم چشم زیبای جوانان پس کجاست؟ آرزویم نیست چیزی غیر از آزادی و عشق. عاشقان مام وطن، معشوقم ایران پس کجاست؟ کاوه کی می آید و بر می فروزد رایتش؟
کعبه کی می آید و بر می فروزد رایتش، آن درفش کاویان آن بیرق جان پس کجاست؟ عید نوروز است و ضحاک زمان بر مسند است، کو فریدون وطن گرز گرانجان پس کجاست؟ عید نوروز است و ضحاک زمان بر مسند است، کو فریدون زمان گرز گرانجان پس کجا؟ عید نوروز است باید فکر آزادی کنیم، بعد از آن با جان و دل در کوچه ها شادی کنیم. عید نوروز است باید فکر آزادی کنیم، بعد از آن با جان و دل در کوچه ها شادی کنیم. گاهی وقتها یک شاعر هیچ فکر نمیکنه که چی داره مینویسه و این خود واژه، یعنی گاهی وقتا که نه، همیشه اگر شاعر باشه کلمات هستن که خودشون رو تحمیل میکنن و خودشون رو در ذهن شاعر مینشونن و این شعر هم از اون شعرها بود. من فقط دستم رو به قلم و به کاغذ سپردم و این شد، این حرف دلم. به هر تقدیر میخواستم که به واسطه این ویدیو به همه دوستانم، به همه دوستان ناشناسم، به همه اون دوستان غریب آشنا که هستند اما نمیشناسمشون و اونها هم شاید منو نمیشناسن اما دوستانم هستند، همه ملت ایران، این نوروز باستانی رو تبریک بگم در این لحظاتی که بیش از چند دقیقه از آغاز سال 1403 نمیگذره، سال 2580 شاهنشاهی ایران، سالی که 2580 سال پیش از این کوروش کبیر وارد بابل شد و آن شد که میدانید قصد تاریخ گویی ندارم. فقط خواستم این رو با شما به اشتراک بگذارم که آرزوی من اینه که میدونم آرزوی بسیاری از شما هست، یا شاید به طور بگم همه شما، که امسال سالی باشه که آزادی ایران رو ببینیم، ایرانمون آزاد بشه و بتونیم فقط زندگی کنیم، یه زندگی نرمال و معمولی مثل همه مردم دنیا، همونطور که شروین عزیز گفت. برای یک زندگی معمولی در خلال خوندن این شعر خیلی خودم رو کنترل کردم که گریه نکنم. واقعا الانم بغض کردم گرفته و صحبت کردم برام سخته. چند ساله که من طعم شادی رو در نوروز حس نمی کنم و این به خاطر اینه که معشوقم و عشقم ایران در حالت بدیه، در حالت احتضار، بیماره و این دل منو به درد میاره وقتی میبینم که هموطنانم برای یک زندگی معمولی و نرمال و ساده مشکل دارن و چه بسا پدرانی رو میبینم که شرمنده بچه هاشون هستند، دلم به درد میاد
دلم میخواد که فریاد بزنم که به تمام آنچه که میپرستید و نمیپرستید قسم، اگر همین لحظه به من بگن که یک گلوله اگر تو پیشونی تو بزنیم این مردم آزاد میشن، شک نکنید که لحظه‌ای درنگ نمی کنم. چرا که جان ایران در خطره و این خطر جدیه. من این خطر را با گوشت و پوستم حس میکنم. باید تبریک سال نو بگم، اما زبونم به تبریک نمیچرخه. چرا که الان خانواده‌های زیادی هستند که یکی دو سال بلکه بیشتر یا کمتر هست که عزیزانشون فرزندانشون رو در کنار خودشون ندارند و اونهایی که مادرن و پدرن میدونن چقدر سخت. من چند ساله که نخندیدم، چند ساله که به چیزی جز آزادی ایران فکر نکردم. تاوانش رو هم دادم و میدم. باید این رو فراموش نکنیم که با هم باشیم، پشت هم باشیم. ما مردم ایران این قدرت رو داریم که بتونیم کوه رو جابجا کنیم و اینو بدونید که هیچ کسی تو این دنیای بزرگ به داد ما نخواهد رسید الا خودم. خیلی دلم میخواد بازم حرف بزنم اما واقعا برام سخته، بغض اجازه نمیده. دلم میخواد یک بار دیگه این شعر رو بخونم براتون و خداحافظی کنم. عید نوروز آمد اما بوی باران پس کجا؟ بوی توت و بوی کاغذهای الوان پس کجا؟ بوی ماهی دودی و سبزی پلو در شام عید، بوی عیدی های ما در لای قرآن پس کجا؟ بوی سیر سفره حفصین عشق، بوی مست سیب سرخ ناب لبنان پس کجا؟ بوی غیرت، بوی مردی، بوی دوست، معرفت در بچه های مرد تهران پس کجا؟ عید نوروز آمد اما سفره هامان خالی است، بوی سحرانگیز و مست و تازه نان پس کجاست؟ عید نوروز آمد و عید نوروز آمد اما حال دلهامان خراب، در میان خانه هامان نوجوانان پس کجا؟ عید نوروز آمد اما جای مهسا خالی است، عید نوروز آمد اما جای مهسا خالی است. آخران نیکای زیبای غزلخوان پس کجاست؟ بر زبان تبریک دارم در دلم صد قصه است، پس کیان پیر فلک آن کودک جان پس کجا؟ شرم دارم که میبینم در این نوروز نو، شرم دارم چشم زیبای جوانان پس کجا؟ آرزویم نیست چیزی غیر آزادی و عشق، عاشقان مام وطن معشوقم ایران پس کجا؟ کاوه کی می آید و
برمی فروزد رایتش. آن درفش کاویان آن بیرق جان پس کجاست؟ عید نوروز است و ضحاک زمان بر مسند است. کو فریدون وطن گرز گرانجان پس کجاست؟ عید نوروز است، باید فکر آزادی کنی، بعد از آن با جان و دل در کوچه ها شادی کنی. باز هم فرارسیدن نوروز باستانی سال 1403 خورشیدی و 2580 و اگر اشتباه نکنم 3 شاهنشاهی از مبدأ ورود کوروش بزرگ به بابل. این عید باستانی رو به همه شما دوستان عزیزم تبریک میگم و امیدوارم که امسال سال رهایی وطنم ایران باشه. دوستتون دارم از جان و با دل و جان. نوروزتون پیروز، هر روزتون نوروز. در پناه خرد خود باشید.